سلام و درود خدمت تک به تک عزیزان دل. ایلیا رکسر هستم. حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید باز به یه نوع سبک ویدیوی جدید، اونم با کی؟ به به، باز اومدیم با داش شاهین. شاهین چطوری؟ سلام. سلام. اگه دیدید که سلام چینی میگه پیشرفته است. سلام بچه ها، طبق ویدیوهای قبل لایک ها زیاد بود، همه هی تو کامنت ها پارت بعد بازم میخواید پارت بعد تو کامنت ها ببینم ها. پس قبل از هر چیزی لایک و کامنت ها دنبال فراموشتون نشه. لینک رو بکن داخل توضیحات ویدیو هست، حتما جوین شید. بریم سراغ ویدیو. خب به شاهین بیس کجاست؟ اما بیا بیشیش دارم. عجب منظره ای. عجب غروب دلگیری. بچه ها داریم میریم پیش شاهین یه بیس زده، وسایل آماده کرده که بریم ببینیم چی آماده کرده. به خدا تا الان خودم نرفتم، الان میرید میبینید رمزا بزنم TC هم و برم بگیرم ببینم شاهین چی آماده کرده. و برای شما عشق 2 ساعت 3 ساعت داره پلی میده که فقط بتونیم با هم دوباره یه ویدیو بگیریم برای شما. پس منتظر چی؟ لایک های این ویدیو به بالای 150 تا برسه، دوباره یه نوع دیگه از این ویدیو با شاهین داریم. پس لایک رو برو بزن. خب شاهین این بیس هست تو صخره است. آره همین. خب رمز درسته خالی کن تو در اول. بیا الان بیا. در پشتی؟ از در پشت جلو نمیدونم، من الان وسط بیستم. سلام. اوکی. خب یکی لوتا رو ببینیم بچه ها. خوبه و باز هم خوبه ای بچه ها، این خوب لوت چند کرده. خب گان چیا میتونی شاین بسازی؟ ریولور رو داریم فقط. یه قدیمی. اوه بذارید این از اون کامپیوتر بشید. درگیری تو فایتی. لوت. بذار بیام پایین ببینم. از در اصلی ایلیا یه 150 تا بس. نه لپتاپ اینا رو بگیر. به من تامسون ساختی؟ چی؟ تامسون گفتم که هایپور ندارم. بیا یه 150 تا اسکرپ برای من نگاه دار که چیزو باز کنم، اکسپلوسیو رو باز کنم. اوکیه همین این تبرم. آره بالون رفتی؟ ببین دستت رو میکروفونه، گوشی رو دلت، نمیدونم صدات خیلی کم میاد. گوشی نزدیکته؟ شاین به خدا خیلی صدا داری. میتونی چت بدی؟ اگه اوکیه نمیدونم، یه جور آخه باید صدات هم اوکی کنی. بله رفتی بالون. اوکیه. آره میشم.
الان منم میام. کجاه؟ داره 3 تا راکت الان 3 تا راکت های دور شد. 3 تا راکت فقط بینم باید تمام نشون. چقدر آقا رایفل بادی هم جور شد. 6 تا راکت دارم میام. بادی رفتم زدمش گرفتم. بیا اینجا ده انمی. حزمته با تامی. بودن چیز شد مردم. وای اینجا مردم دوست. این ها؟ آره دمیجش هم خیلی کم شده. بگیریم بریم. برو. شاید حواست باشه تو راه نزننمون. این یک اونجا نزنن. سیفورا رو باید سریع ول بدیم بریم داخل بیسش. الیا منو کابل بده من برم شارژر رو بیارم. حله فقط تورچ نگی دسته. تورچ اسکی نگی دسته. الان نور میده میخورنه. باش اینجا میمونم. کابل میرم شارژر بیارم. برو اوکی برو رو خوبه. همین شانس ما همین الان میگیم مثلا از E4 بگذاریم بره تا F3 اونور. نزدیکیم شاهین. صدای منو داری؟ صدای من هست؟ آره چی شد بیا. یه لحظه بس خورد از بازی پرید. اوکی بیا E4 ما با یه دقیقه کجاست شاهین؟ مارکش کردم بیا دنبال من مارکش کردم. برو بچه اون رو به روی است. فشار نخوری صلوات ها. نه دیگه این بارو باید سیف بدیم. یارو سنگی کرده. آره مگه بیایم این بیسای کناریش رو رید کنیم. بیا ببین. نه والا چوبیه بیا چوبیه مانیکو چوبیه. خب بذار خودم اولیشو بزنم. از کجا باید بزنم؟ من کامل از زیر سنگیه ولی خب بیرون. نه از زیر بیرون هانیکوم به اینجا. خیلی کاری زیش کاره. چرا؟ از زیر میرفتیم سنگی دو تا میرفتیم بیرون. بیا بابا دیوارش چیزیه. بزن یا من بینو بزن. راست میگی داشتیم ضرر میزدیم. نچین بیا پایین بی زحمت اگه ناراحت نمیشی بره باید. خب بایست اینجا دیوار نصف است. بایست بیا تیزیش بسته است. چقدر نارنجک و تیر و اینا. نارنجک رو بیار. حزمت اسکیمیای ما شاهین تیسیشو بیا من سیفور کنم ببندیم سری بیسشو تا نیومده. بیا بیرون بیا بین ور شاهین. نه نمیگیره سیفور منو نمیگیره بزن. اوکی ایلیا راکیتا فکر کنم با راکیتا رفته رید. احتمالش هست.
خب این از تیسیش. نه راکت و تیسیش بود. خوبه. خب یه تیسی بزن یه تیسی بزن. سریع یه تیسی هم میسازم. این آقا برم بچه ها می‌بندم. خب لوتاشو ببینم. گیرزا رایفل بادی ایناشو بردار. گانای توه اونجا بردار. اینا هم که خوبه. لوتاش خوب بود، بد نه. دیدی شاین از کجا زدم اش کردی؟ وای 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 پینگ من رفت. بریم ایلیا دیگه. پینگ من رفت. باید یه سیفور بزنیم که بریم. اوکی خب بغل بیس بغلیشو میزنیم. اوکی یکی. آره بریم. بذار من تیسیشم قفل بذارم. خب بریم. این از این تیسی رو باز کن. تیسی رو باز کن. یعنی مهم نیست فقط باز کن تو. برو قفل بزن. شاین بیا این آقا بیا این یکی. آره همینو بل بده سیفورت. از زیر داره بکی میشه ها. داره دیسک میشه. اه بلش کن برای کار بچه. آره یه دونه میزنیم بریم اشتغال بچه ها. بچه ها فقط بهش بخوره. چی شد؟ چیکار میکنی؟ نارنجک زیاده دارم میندازم همینطور. شاین بیا تو هم بنداز. دخت نارنجه من دخت نارنجکش برای من بود چون توی بارون داشت. او یارو نذاشت بارون رو قسمت دوشی جون کنم. کسافتی. به درد نخور. بهتره که دیگه. کسافت. آها اوکی. ایلیانا رو میبینی کار بدی کرده. شانس ها دیدی؟ شاین لوتای منو بردار. شانس رو نگاه کن. من رفتم نارنجا که بردارم ترکی تو صورتم. شاین لوتای منو میدی؟ از شیشه داری؟ میدم. گانمو بده. گانا تیرمو. آره. شاین برو با گیتو بعدو بریم. یه بیس باش. یه بیس دیگه اونجا بود بریم. به راکتامون نمیرسه. بذار ببینم. من یه دونه سیفون اضافه اومده ها. اومده؟ آره. بیا آقا بزن. این رید شده. بیا بزن اینجا چا داره. بیا از اون طرف. این رید شده. این رید شده برادر من. این رید شده. نگاه منو نگاه. از کجا میدونی؟ بیا هم سوراخت. بابا من توشم. من توی بیسم. رید شده؟ آره. بیا من نارنجکم بزنم به خاطر داری. ای نه چیز. خدا رو شکر که نه دیگه 2 دقیقه نترکیدم. وایسا من برم پایین کنار تو بیام. تیسیش بود. آره من یه وای اینترنت ما همین الان. زنگ نزن. فرا زنگ نزن. ای خدا وای. ای باش بابا زنگ نزن. میام منم بردارم بهتره که شانس ما. آقا میتره که نرو بردار. اینجا بیسش سوراخه. بیا تیسیش را.
630 تا کلا چوب داشت. خدا برکت. باز یه برکت. بیس دیگه بلند برکت. باز یه بیس دیگه بزرگ بود خب یه دایره‌ای بود. یا بریم بیس‌های کناری رو رد کنیم بگیرا. کنارمون مگه بیس هست؟ آره یه خب بیس برو بریم ریدش. سنگه. بیا بزنم. سیفور داری؟ بابا آره، وسط یه نم بزنم. وسطش چیزه باگه. نمیدونم باگت بهش نمیشه گفت. بیا کنار راکت بزن. وای ایلیا چرا از در نرفتی؟ نزن از در بری. شاید از در طول میکشه. بذار ببینم دیواراش دمیجش چنده. 300 این. بیا بزنیم 300. بیا من یه دونه بزنم. دمیجش چنده؟ 50. وایس گرنید. نه ولی ول کن. با گرنید بزن. اگه گرنید داری با گرنید بزن. وایس بیام دمیج بگیرم. اوکی تیر ندارم ایلیا من تیر 15 تا دارم. شاهین بد کاری کردی. بیا این ور. خب دمیج درش 375 شد. راکت میخوایم. یه 4 تا 5 تا راکت دیگه میخوایم. راکت ندارم. وای یارو رو گردیم خب بزنین دیگه. اما تیر ندارم. در کن دانت کرد باشی یه بار شاهین میتونی بدی. نمیدونم C4 میتونی بسازی. چی گامپودر داریم نداریم؟ هه کی تامی داره؟ تامی داری بدی. شاهین کجا؟ این رید ناموفق بود دیگه. آقا یکی رو کنارش بذاریم من برم یه سیپور بسازم سیپور کنارش باید. من وای میستم تو برو بساز. چوب زده بود دیوار رو ببنده. تو برو به C4 بساز سریع. آقا نذار من برم سیپور بسازم یا بودو شاهین بودو. کنارش باش. تو چت کنارش باش. هه چی میگه؟ فوشی
یه با قشنگ ما 3 تا 4 تا C4 بیاریم تا بتونیم بزنیم و خب نمیتونیم. پس همینقدر کافیه دیگه. ریدن و موفق که تا یه جایی موفق شدیم ولی خب کم آوردیم دیگه، وگرنه بگیم مردیم و لوز دادیم و اینا نیست. پس خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شاهین حرفی چیزی با بچه‌ها نداری؟ اما نه، دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید، همیاری میکنید، دمتون گرم. خب دیگه ویدیو هم آخرشه، چیکار کنیم؟ بریم تمومه. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت دنبال فراموشتون نشه. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.